سلام، بریم سراغ پارت 4 از درس 29 کتاب 504. Mr. Kerman was naturally dazed by the tragedy. خب میگه مستر کورمان naturally یعنی طبیعتا، یعنی به طور طبیعی قید هست. was dazed در واقع naturally بین این دوتا اومده به عنوان قید. was dazed by. خب میدونید که جملات مجهول افعال to be به اضافه قسمت سوم فعل و اصولا بعدش بای رو هم میبینیم. این یعنی اینکه این جمله در واقع مجهول میتونه باشه. dazed میتونه صفت هم باشه، یعنی گیج شده، مبهوت شده. to daze یعنی گیج کردن. اما اینجا در واقع جمله ما مجهول هست. was dazed یعنی مورد بهت واقع شدن، یعنی یه چیزی از بیرون اینو مورد در واقع گیجی واقع کرده. چی و کی این کار رو انجام داده؟ بعدش اصولا با بای میارن. by the tragedy به وسیله تراژدی. تراژدی رو دیگه در واقع در زبان فارسی هم استفاده میکنیم، یعنی واقعی غمناک. پس میگه آقای کرمان به طور طبیعی گیج و مبهوت شده بود، مورد گیجی واقع شده بود توسط واقعی غمناک. یک فریز هست in a daze. in a daze یعنی گیج و منگ که حالا گفتم در کنار لغت daze این رو هم یاد بگیرید. تراژدی رو که قبلا خیلی در موردش صحبت کردیم، مترادفاش کاتاستروفی، دیزاستر، کلامتی و در مورد تفاوتاش هم صحبت شده. اینجا فقط خواستم یه مرور روی لغات داشته باشم. پس to daze یعنی گیج کردن، dazed میتونه صفت باشه یعنی گیج شده و اینجا هم که حالت مجهولش رو داریم. was dazed by یعنی مورد گیج شدن واقع شد. دقت کنید گذشته ساده هست. was میشه شد، اگه is بود میشد میشود. و خب بهتر از من میدونید که زمانهایی که ما داریم برای جملات معلوم برای مجهول هم همونها رو داریم که اینجا میشه گذشته ساده مجهول. بریم سراغ ادامه. But rather than merely mourn his loss. Rather than یعنی به جای اینکه، خیلی فریز مهم و کاربردیه. دقیقاً معنی instead of میده. این دو خیلی مهم هستن، حتما این دو رو یاد بگید با هم. قطعا با هم تفاوت‌هایی رو دارن ولی خب ما خیلی باش کاری نداریم. مهم اینه که در واقع معنیشون یکسانه، یعنی به جای این که. حالا یکی از تفاوتاش اینه که rather than انگار شما بین دو یکی رو انتخاب میکنین، ولی instead of انگار بین دوتا یکی رو جایگزین اون یکی میکنین که حالا خیلی ما کاری نداریم، ولی مهم اینه که معنیش دقیقا میشه به جای این که. but rather than یعنی اما به جای این که. merely یعنی only. solely یعنی به جای این که فقط. به جای اینکه فقط mourn his loss. mourn اینجا فعل هست یعنی عزاداری کردن، یعنی ماتم گرفتن یا همون عزاداری کردن. پس شد اما به جای اینکه فقط عزاداری کنه. his loss. چه چیزی رو عزاداری کنه؟ در واقع این از دست دادن رو. loss یعنی فقدان. استفاده میشه برای موارد اینچنینی، برای ضررهای جانی، مثلا تلفات جانی در یک جنگ. در واقع loss میتونه اون معنی رو داشته باشه. اینجا در واقع اون ضرری که به این مستر کرمان وارد شده از دست دادن پسرش. پس در واقع میشه his loss یعنی فقدانی که براش به وجود اومده. یعنی در واقع his loss اینجا شما اون از دست دادن رو تصور کنید که میشه مال مستر کرمان. his loss. در مورد lose، lost و loss قبلا صحبت کردم که اینجا ما loss رو داریم. دقت کنید loss اسم هست، فعل نیست. فعلش میشه lose L-O-S-E یعنی از دست دادن، گم کردن، باختن. قسمت سوم فعلش یا حتی قسمت گذشته سادهش میشه lost. قبلا خیلی صحبت کردیم در مورد lost یعنی گم شده، یا اگه جمع باشه گم شدگان، و حتی بارها گفتیم یه سریال بوده به اسم lost که یعنی
گم شدگان. این لاستی که اینجا میبینید LOSS با لاست و لوز فرق میکنه. این میشه اسم در واقع فعل لوز. پس به این دقت داشته باشید. پس شد به جای این که فقط merely mourn his loss عزاداری کنه این فقدانشو، این ضررشو and wait و منتظر بمونه. برای چی منتظر بمونه؟ for the painful memory to subside یعنی فروکش کردن خیلی ساده. subside یعنی فروکش کردن. دقت کنید SUB کلا یعنی زیر، یعنی در واقع این نشست کنه. از نظر فیزیکی نشست کردن، یه چیزی نشست کنه، ولی خب از نظر در واقع استعاره‌ای به معنی همون فروکش کردن، یعنی از بین رفتن. چی از بین بره فروکش کنه؟ A painful memory یعنی خاطره دردناک. memory که میدونی یعنی همون حافظه. برای سخت افزارها و اینها ما بیشتر حافظه رو میگیم، ولی برای ذهن خودمون بیشتر همون در واقع خاطره رو میگیم. اینجوری میتونید در واقع لینک کنید که توی ذهنتون بمونه. پس خاطره خیلی ساده میشه همون مموری که ما استفاده میکنیم. The painful memory. این THE یا همون حرف تعریف در واقع قبل از اسم میاد دیگه. این برای memory هست. painful صفتش میشه، یعنی دردناک. میدونی که FUL پسوند صفت سازه. pain یعنی درد اگه اسم باشه، اگه فعل باشه یعنی درد کشیدن. painful میشه صفتش، یعنی دردناک. و painful memory یعنی خاطره دردناک. پس شد و منتظر بمونه. این در واقع but rather than توی ذهن تو باشه، اما به جای این که برای این در واقع جمله هم هست but rather than wait for، اما به جای این که منتظر بمونه for برای فروکش کردن خاطره دردناک، یعنی این خاطره در واقع که خیلی هم دردناکه که با انتظار در واقع فروکش میکنه، یعنی منتظر بمونه که با انتظار با گذر زمان فروکش کنه این خاطره دردناک. یک کاما میذاره و میگه he began a campaign. او استارت زد، او شروع کرد. begin یعنی شروع کردن، began گذشته ساده یعنی شروع کرد، استارت زد. حالا خود استارت زد هم در واقع یه لغت داره دیگه، یعنی استارت همون استارت میشه، مترادف هستن دیگه. او آغاز کرد، حالا اینجوری بگیم بهتره، آغاز کرد گذشته ساده. دقت داشته باشید a campaign. الحمدلله که کمپین توی فارسی خیلی ما این رو شنیدیم، پس مشکلی با این لغت نداریم و شروع کرد یک کمپین رو. تلفظش هم فرقی نمیکنه، منتها ما در زبان فارسی استرس نداریم. حالا در زندگی واقعی استرس زیاد داریم ولی در حرف زدنمون در واقع روی لغات استرس نمیذاریم. نمیگیم کمپین، میگیم کمپین، ولی اونا در واقع استرس دارن روی لغاتشون که اینجا در قسمت دوم هست استرس، کمپین. پس او آغاز کرد یک کمپین رو که که took him on گذشته ساده فعل take on هست. take on که اینجا در واقع جدا شده و هم اومده وسطش قرار گرفته. اما take on یعنی چی؟ take on خیلی ساده، یعنی قبول مسئولیت، یعنی تعهد کردن، یعنی شما بپذیرید یه چیزی رو که انجامش بدید. فکر کنم قبلا این رو توضیح دادم و داشتیمش. take on یعنی در واقع شما یه چیزی رو بپذیرید. to accept a responsibility، یک مسئولیت رو بپذیرید. خب حالا چی میگه؟ میگه او شروع کرد یک کمپینی که took him on، یعنی این کمپینه انگار بهش این مسئولیت و این تعهد رو داده، نرفته که خودش یه چیزی رو بپذیره یا تعهد بده براش. این کمپینه که این استارتش میزنه بهش در واقع این مسئولیت رو میده به آقای کورمان. این مسئولیت رو took him on یعنی انگار دستشو میگیره، take him on دستشو میگیره، این مسئولیت بهش میده. چی؟ hundreds of journeys، یعنی مسئولیتی که بهش داده اینه. hundreds یعنی صدها، به صورت جمع اومده، صدها of از journeys یعنی سیر و سفر. در واقع اینو به جاهای مختلف میبره. گفتیم جرنی در واقع به اون اتفاقاتی که شما در یک سفر براتون اتفاق میفته اشاره میکنه.
به اون اتفاقات، مثلا شما از اینجا میخواید به یه شهر دیگه برید، اونجا یه اتفاقی براتون میفته، ممکنه پلیس جلوتون رو بگیره، برید یه جایی یه غذایی بخورید، یه کم استراحت کنید. در واقع جرنی به این اتفاقات اشاره میکنه، نه به سفر کردن. یعنی صرفاً منظورش این نیست سفر کرده، یعنی اون اتفاقاتی که توی این سفرها براش اتفاق میفته. پس مسئولیتی که این کمپین بهش میده صدها در واقع سیر و سفرهایی که برای چی بوده؟ To speak to governors, senators and congressmen. خب میدونید که آمریکا یک مجلس کنگره داره و یک مجلس سنا داره. به اون نماینده هاش که توی در واقع کنگره هستن میگن congressman که اینجا جمع هست congressman، و به اونایی که توی مجلس سنا هستن میگن senator که اینجا باز جمع هست senators، و در نهایت governors به در واقع ردای پایین تر گفته میشه، مثلا فرماندار یا مدیران عالی رتبه. به همه اینا ما میتونیم بگیم governor که اینجا باز جمع هست. خب پس شد این در واقع کمپین این مسئولیت رو بهش داد که اون رو بپذیره. چی هست حالا؟ قرار شده چی رو بپذیره؟ صدها سفر برای صحبت کردن با نمایندگان کنگره، نمایندگان مجلس سنا و مثلا فرمانداران که باشون صحبت کنه. to speak to governors, senators and congressmen. خب اینم از پارت 4. قبل از اینکه تموم کنم من چند تا نکته یادم رفت بگم. یکی در مورد مورن بود. مورن یعنی عزاداری کردن. به مجلس یا به مراسم تشییع جنازه گفته میشه چی؟ فیونرال میشه مراسم تشییع جنازه. قبرستان، قبر و سنگ قبر رو هم احتمالاً بدونید. قبرستان میشه cemetery، قبر میشه grave و tombstone هم میشه سنگ قبر. و نکته بعدی که یادم رفت subside بود. subside یعنی فروکش کردن یا نشست کردن. یه مترادف در آینده ما براش داریم dwindle هم یعنی کاهش دادن به تدریج. البته باز مترادف هایی رو داره diminish یا decrease. اینا رو هم احتمالاً قبلا داشتیم یا در آینده خواهیم داشت. decrease که مطمئنا قبلا داشتیم. و قطعا نکات دیگه هم بوده خواستم بگم که فراموش کردم که حالا فقط اینها توی ذهنم اومد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید سابسکرایب و لایک و کامنت حتما بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.